اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در توطئه درور جنرال عبدالرزاق اجاگزی فرمانده نامدار پلیس قندهار داشت داشت. سلام، خوش آمدید با کانال ما. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید و کانال ما را سابسکرایب نمایید. یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین نیروهای آمریکایی میگوید رقابت‌ها و تصفیه حساب‌های قبیله‌ای در افغانستان پیچیده و گاهی مملو از کینه و کدورت و دشمنی است. وقتی جنرال عبدالرزاق کشته شد، همه غمگین نبودند. مشاوران، جوان، تکنوکرات اشرف غنی با شنیدن این خبر به شور و هلهله افتادند. صدای خود را به استایش از درود جنرال عبدالرزاق بلند کردند، به یکدیگر سلام کردند و تبریک گفتند. گویا جشن تعطیلات مذهبی برپاست. رقبای عبدالرزاق از قوم نوروزی و اسحاقزی نیز خوشحال شدند. دشمنی یک دشمنی بود. مولوی اسحاقزی که همیشه مدافع قبیله‌اش بود لبخند زد و با صدای هزل آمیز فریاد زد: آن ظالم مردم را میکشد، مردم را زندانی میکرد. این بود اخبار امروزی ما. تا اخبار دیگر کانال ما را سابسکرایب نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.